حاجی خواهر اون پدر مادر گاییده میشه که شما برین ازدواج بکنین با یه بچه برگردین، یا خواهر من اگر طلاق میگیری نرو پیش مادر پیرت انقدر آهناله نکن، وای مامان اون اینجوری کرد، وای خواهر فلانی رو دیدی اصلا باورم نمیخواد. ما اون چیکار بکنم؟ مگه اون به تو گفت برو زن یاروشو؟ آقا خواهر شوهر مادر شوهر همه جا کیره خرن. حالا میخوای بالا بکن پایین بکن. یه موقع میبینی خواهر زن کرم داره، یه موقع فلانه، آقایون خانوما خواهر شوهرها برادر شوهرها مادر شوهرها. در زندگی دو تا بی‌ناموس دخالت نکنین. مگر فضولین شما؟ چیکار مردم دارین میخواین زندگی همه رو به کیر بی؟ یه سریا فقط میخوان مطمئن بشن یه رابطه به کیرمال بشه بعد برگردن سر زندگیشون. بعدم که زنگ بزنی آره من دارم جدا میشم، آره زنگ نزن سعید زیاد خوشش نمیاد این چیزا. ها کسکش مادر جنده سعید خوش نمیاد، گوه خوردی زندگی ما دخالت کردی، کیر تو ناموسه.